دروازه‌بان تیم ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه رستم یتیموف طبق ارزیابی پایگاه ترانسفر مارکت تا به 1,200,000 یورو بالا رفته است. همین طریق او مقام گران‌ارزش‌ترین دروازه‌بان آسیای مرکزی و گرانبهاترین فوتبال باز تاجیکستان را به دست آورد. علاوه بر این یتیموف به 10 گانه گران‌ارزش‌ترین فوتبال بازان آسیای مرکزی شامل شد. لازم به ذکر است که ارزش رستم یتیموف طبق ارزیابی‌های این پایگاه در یک سال آخر 2 مرتبه بالا رفته است. ماه دکبر سال 2022 ارزش رستم یتیموف 500,000 یورو، ماه اوگوست سال 2023 الکی 750,000 یورو و ماه دکبر سال گذشته 900,000 یورو گفته میشد. ارزش عمومی اعضای تیم ملی تاجیکستان را ترانسفر مارکت 8,340,000 یورو برآورد کرده است. مس هنرنمایی به طور باورناکردنی عالی تیم ملی تاجیکستان و به ویژه رستم یتیموف در مرحله نهایی جام آسیا در قطر سبب چنین بالا رفتن ارزش فوتبال بازان تاجیک در بازار جهان شده است. تاجیکستان در جام آسیا بار اول در تاریخش تا به دور چهارک نهایی رسید. رستم یتیموف را اکثر متخصصان فوتبال یک کشفیات جام آسیا 2023 و بهترین دروازه‌بان این مسابقات می‌شمارند.